این خواهرک ما شوهر میکنه، یک ماه زندگی میکنه. روز 12 ایون یک ماه شده است. ای خانه برآمدگی شو برآمدگی تا حال هیچ که نمیدونه که در کجای. پیش از برآمدنش خط نویسندگی عیب پدر مادرای اکثریت پدر مادرها از تربیت خوب نمیتونن. فرزندی که در خودش کم بغل بچه‌ای کو حتی پدر و مادرش به نظرش نمیگیره. سلام علیکم مردم تاجیک، برادرها، اپا و خواهرها، ان شاء الله که همه کسا خوبه. خواستم یک مراجعت مای دهک به تمام پدر و مادرها کنم. شما را هم که باشه جون مرگو بزنید لایک و رویش کنید. شما را هم اهمیت دادید و عجب دنیا شده. نه مهر پدر و مادر به فرزند مونده، نه مهر فرزند به پدر و مادر. میدونی به خاطر چی؟ به خاطری که عیب پدر و مادرها اکثریت پدر و مادرها از تربیت خوب نمیتونن، عیب بخشونن. در یک ویدیو گفتگی بودم که همین کمبغل بچه گپش در یگان جا نمیگذاره. از اکثریت پدر و مادرای ما و شما فرزندای بوی بچه دارن، فرزندای بهنر میگن شکو. انم خیلی دارن. دستیم یا هسته که یک خیلی فرزند پلا بسیار میاره خونه در خودش بسیار یک خیلیش کمه. همون فرزندی که در خودش کم بغل بچه کو حتی پدر و مادرش به نظرش نمیگیره. حیفین بیگونه ها به همون خاطر بین دودار اکگی به خفگی میشوه، جنگ میشوه، جنجال میشوه. ایسابی چی؟ ایسابی که پدر و مادرش بوی بچه را بسیار بلوگذر میکنه، کم بغل بچه را به نظر نمیگیره. به همون خاطر پدر و مادر فرزند باشن فرزندای، کم بغلشان فرزندای. به همون خاطر باشن باید شم نگاه کنه، کم بغلشان باید شم نگاه کنه. به همون خاطر انشاءالله که پدر و مادرای همین کار را میکنن. ممکن که همین ویدیوی ما سبب شوه همین کار را نکنن. من هم که باشم همچون فرزنداتون در همین شب روز بسیار دیدستم که در هر یک خونه جنگ جنجال ایسابی چه ایسابی که شما فرزندای بایتون بلند میبرداره و کم بغل را به نظر نمیگیری. نیک فرزند همش فرزنده. بعد پدر و مادرها ای همه شما خواهش میکنم که حاضر یک زمانه شده که فرزند کدمی را میگیره اجازت بده که همون دختر را بگیره. شما مجبور نکنه یا دختر یا بچه را یا شوبتی یا زنبتی. حاضر او زمانه نیست. اکثریت بچه ها یا زندگیشون ویرون میشه به خاطر که زنشون نغز نمیبینند یا دخترکایی که میپرتویند میگریزند میروند زندگیشون ویرون میشن به خاطر که بچه ها نغز نمیبینند. حاضر او دور زمان نیست. بفرض که همون دور زمان بیاید فرزنداتون مستحکم بقپیم و نصیحت کنه در راه پرایم نبدرورشون. ای خیلی که در همین شب و روز ما فرزندان نصیحت میکنیم بمانشون به خودشون زن میگیرن شون میگیرن برای من زندگی خودشون بیامن. سلام علیکم رویش کنید دهمو پدر مادرو. برادر عزیز چخیلی که میبینید برادر ما رو شباجو کدگی در فیتابوش قرار داره. مقصد که گفت کامرا نکروم رو شخ پشوندگی برادرمون اوشن چخیلی بوچکا سوزای ها 100% میگه. این برادر عزیز بیا ان شاء الله من در خدمت این فیتابوش کسه بعد فیتابوش کسه نام ماساژورشون اپارات وقتی بعداً هجوم میگیریم. با مثل این برادر چخیلی که میبینید هجومشون کدگیم باور که ماشاءالله بهتری خونی برادر مپرمسه همشهر چخیلی برادر ساز یا خیر این همشهر اومدگی هجومش کردیم ماشاءالله خونی برمسه یکم برای این برادرمونه افتاباش کبردن سه نام ماساژ روشن اپارات وکرنی بعداً اینا ان شاء الله که هجومش میکنیم. چه گذشت ماساژ پاساژ پوچکا مشه چه گذشت که عجیب بود. بیارم برادرو بیای اسنپ تفونمون. مرحمت برادران عزیز این برادرامون گفته هستن که بیاین برادری نورکتون در خدمت شما. این از هجوم مترو تیوپیستان در قرار داریم ویشاوی ارمکدا 4 متر مرحمت کنین. این نمره مو اینا با پیشون ببرم که ببینین این نمره رو. این برادران عزیز میتونه زنگ بزنه بیاین ان شاء الله ما در خدمت شما هستیم. این صورت رو چخیلی که میبینین همه چیزا رو ما میکنیم ان شاء الله. با چه میدره با چه میبرسیم مساج بکنیم بعد مساج بانک میزنیم خون میگیریم. اینم مثل همین که ان شاء الله که خونتون میگیرن خیلی سبک میشه ان شاء الله. هجوم را همگی تون میدونه هجوم صرف پیغمبره همه درد شفا داره ان شاء الله. نمیخونه که زیادی در تپوز جمع شه میگیرش ان شاء الله که
хата дига хез мекунем, мегӯ ки на вай Тоҷикистон омадагим. Боқӣ дар панел бошед то видеои ондара. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.